یه سوال دارم ازت. بفرمایید. مجوز کنسرت کدوم خواننده رو میگیری؟ به کدوم یکی میدی؟ از علیرضا طلیسچی میگیرم میدم اون یارو که میگه گل منو اذیت نکنید. گل منو اذیت نکنید. چرا؟ باحال دیگه. آن باش حال میکنی؟ اوه خیلی خفن. اوکی. مجوز محسن ابراهیم زاده رو میگیرم. خب به شاهین نجفی میدم. به شاهین نجفی؟ خب اوکی. شما؟ مجوز تتلو رو میگیرم به مجوز تسلی کلا خوانندگیشو. آها خواننده. خب به کی میدی؟ نمیدونم، برام شاهین نجفی احتمالاً. آخه این درست خدایی. مال این بهنام بانی رو میگیرم، خیلی بدم میاد ازش. میدم به 5 سال دارم. هیده. به کی؟ هیده. مهرات هیده. اوکی مرسی. اگه بتونم مجوزشو بگیرم یعنی. آره مجوز یکی رو میگیری به یکی دیگه میدی. مجوز چی بگیرم به کی؟ بهنام بانی رو میگیرم میدم به سورنا. چقدر با بهنام بانی داریم مشکل داریم، ما داریم زحمت میکشیم. ماکامند رو میگیرم به شادمهر میدم. به شادمهر میدی؟ بله.